ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، اما فرهنگ اروپا هرچی بره تو پاکمون اونا رو میپرستیم. هالووین مبارک. کاستوم هالووین چرت و پرتا چیه در میاره خودتون؟ تا دیروز آریایی بودی، هفته آبان رو بزرگداشت کوروش اعلام کردی. قربون کوروش بری، الهی درد کوروش بخوره تو سر تک تکتون که دارید از اسم کوروش آریایی میرید بالا، کثافت کاریاتون هم همزمان میکنید. تا دیروز دختر آریایی بودی، طرفدار کوروش بودی، کوروش پدرت بود. این هالووین و ولنتاین و کریسمس و این چرت و پرتا چیه که آوردین تو مملکت ما دارید اجراش میکنید؟ بیخود میکنید، دارید اجراش میکنید. بیخود میکنید، فرهنگ خارجی رو میارید توی کشور ما. ما با تمدن ترین، ما قدیمی ترین کشور دنیا هستیم. همه باید بیان از ما الگو بگیرن. بعد تو میری هالووین کاستوم میکنی، میای وسط خیابون واسه ما چرت و پرت میگی. یه روز ولنتاینتونه، یه روز رل میزنین، یه روز چل میزنین، یه روز کاستوم میکنین، یه روز فلان میکنین. بس کنید دیگه بابا، بس کنید. فرهنگ مملکت رو دارید از بین میبرید. عالم و آدم از کل دنیا بلند میشه میاد ایران که ایران و فرهنگ ایران رو ببینه. بعد تو میری هالووین راه میندازی، تو بیخود میکنی هالووین راه میندازی. چه اسم کوروش تو دهن نجستون نیارید که در کنار گفتار و کردار و پندارنی دارید هر غلطی میکنید به اسم کوروش. در مورد کوروش تحقیق کن ببین کوروش کی بوده، کوروش چجوری رفتار میکرده با خانواده‌اش، زن کوروش کی بوده و چجوری با شوهرش رفتار میکرده. بعد بیا بگو من طرفدار کوروشم. بدبخت داره بندری میزنه تو گورش. آریایی ها به جای که برید کردان کثافت کاری بکنید، برید بیرون شهر مشروب بخورید، مواد بکشید، کثافت کاری بکنید، بلند شید خانواده‌هاتون رو ببرید جای تاریخی بهش نشون بدید ما کی بودیم. خود میکنید چهارشنبه سوری رو تخریب کردید. هرچی تق و توقه، 4 تا زن باردار بچه‌ش میفته، 4 تا پیرمرد پیرزن سکته میکنه در دست تق و توقاتون. بیخود میکنید که چهارشنبه سوری رو از بین میبرین. بیخود میکنید که فرهنگ نوروز رو دارین از بین میبرین و کریسمس رو جشن میگیرین. اون کاجی که تو فرهنگ کریسمس داره نمادشون هست، نماد کشور ما بوده، نه نماد اروپایی‌ها که میرید کاج میزنید و زنگوله منگوله بهش آویزون میکنید. اون کاج نماد ایرانی بوده. اگه راست میگید کاج بزنید روز عید نوروز، کاج رو تزیین بکنید، فرهنگ ایرانی رو پاس بدارید. جشن مهرگان، جشن تیرگان، جشن نوروز، همه اینا رو راه بندازید. بیخود میکنید قاشق زنی رو از بین میبرید. بیخود میکنید حافظ خانی رو از بین میبرید. بیخود میکنید سعدی خانی رو از بین میبرید. بیخود میکنید شاهنامه خانی رو از بین میبرید. کوروش فلان بابا، کوروش خودش از قبر اومده بیرون گفته آقا من این حرفا رو نگفتم، من گفتم کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. همین بدون جنگ و خونریزی رفت کل دنیا رو گرفت. به هموطنت رحم نمیکنی، به هموطنت رحم نمیکنی. کوروش اینجوری بود. به جای اینکه جشن کریسمس را بندازی، خانواده‌تو دعوت کن، بگو امشب حافظ خانی داریم، امشب میخوایم شاهنامه بخونیم، جایزه بذارید برای بچه‌هاتون، بگو هر کی شاهنامه بخونه فلان جایزه رو بهش میدم. نه بگو اگه فلان کارو کنی واسه گوشی موبایل میخرم. نه اینکه روز کریسمس، روز ولنتاین بهش پول بدی بره واسه دوست دخترش چرت و پرت بخره. نمیفهمم واقعا چرا دارید با ایران و تمدن ایران دارید شوخی و بازی و دشمنی میکنید. کوروش آسوده نخواب که همین آریایی پرستا و کوروش پرستا به اسم تو دارن کتیبه ها تو، دارن منشور تو، دارن اخلاق تو، رفتار تو، کردار تو، پندار تو، گفتار تو دارن از بین میبرن. کوروش